کسی میخواد عقدی بگیره، عروسی بگیره، ما باید پروتکل بهش بدیم، دستورالعمل بهش بدیم، کجا، چند نفر، چه جوری باید انجام بده. این کاملا باید بدونه چه کسی باید مراقبت بکنه، چه جوری باید جریمه بشه. چون اون فردی که دعوت کننده هست باز فرق میکنه با یه فردی که خودش وظیفه خودش رو انجام نداده. او در واقع مردم رو دعوت کرده به یه جمعیتی که هم پذیراییشون کرده، هم دعوت کرده، هم مهمونی داده، هم مبتلا کرده. یعنی همه اینا با همه و باید با این موارد برخوردهای قاطعی صورت بگیره. یکی از مسائل مهمی که ما داشتیم این بود که میبایست اطلاعات و زنجیره اطلاعات در کنار هم قرار بگیره و تکمیل بشه. کسی که مبتلا میشه و باید قرنطینه بشه چجوری ما کنترل کنیم که الان کجاست، آیا تو محل قرنطینه است، آمده بیرون، رفته مسافرت. خب در این زمینه رهگیری لازم هست و این رهگیری و مراقبت بر دوش امکاناتی است که وزارت ارتباطات ما داره و الان همکاری هایی که بین وزارت بهداشت درمان وزارت ارتباطات به وجود آمده میتونه این کار رو انجام بده. تو جلسات گذشته هم تاکید کردیم کسی که قرنطینه میشه محله باید یاریش کنه، یعنی یاری محله باید بیاد کنار قرنطینه. یه فردی قرنطینه شده یا یک پیرمرد و پیرزنی توی خونه، ما میگه ما خارج نشید، شما سنتون بالاست. محله باید به اونا کمک کنه، نیازمندی ها کی بره نیازمندی ها اینا رو تهیه کنه، در اختیارشون قرار بگیره. اینجاست که ما یه دستورالعملی برای محله نیاز داریم و بسیج میتونه نقش بسیار ارزشمندی رو ایفا کنه در محله های مختلف برای اینکه به یاری اینها بشتابیم. و یا اونهایی که بهشون میگیم شما 15 روز باید تو خونه بمونی، فردی است که کار روزمره انجام میده، این 15 روزی که ما قرنطینه‌اش میکنیم برای زندگیش دچار مشکله. اینجا ما باید بیمه های ویژه‌ای رو تعریف بکنیم برای این گونه افرادی که از فعالیت ها باز داشته میشن و بتونیم اونها رو یاری کنیم و کمک کنیم. در مجموع ما امروز تصمیمات مهمی باز برای محدودیت گرفتیم نسبت به 25 استان با یک شرایط خاصی، برای 46 شهرستان اونها با شرایط متفاوت و مختلف، و اون 43 شهرستان قبلی رو هم که محدودیت بر اونها قائل بودیم تمدید کردیم و برای این مراکز استان 25 مرکز استان تصمیماتی گرفتیم که از روز چهارشنبه تا جمعه بعد، یعنی برای 10 روز این محدودیت ها برای مراکز استان اعمال میشه و اون فعالیت هایی که ما در اصطلاح میگیم فعالیت های 3 و 4 که عمدتاً فعالیت های آموزشی هست و محل تجمع هست به مناسبت های مختلف، اون فعالیت ها برای اون 10 روز ممنوع میشه و همه این مواردی که مصوبات امروز هست انشاءالله توسط سخنگو تبیین میشه و بیان میشه و توضیح داده میشه.